چهره‌های ماندگار. سپیتامین پرچمبرداری جاده آزادی و استقلال. خلق تاجیک و نیاگان آریایی او بعد امپرای جهانی اسکندر مقدونی باز در عهد خلافت عرب و استیلای مغول به این هنگامه بزرگ دولتی اجنبیان گرفتار شده هویت ملی و آریت اجدادی خود را از دست ندادند. در دوران شوروی نیز برای بنیاد چنین امپرای ابرقدرتی که ساکنان آن غالباً با یک زبان عمومی حرف زده مرام و مقصد مشترک داشته باشند کوشش‌های زیادی به خرج داده می‌شد. گذشته از این مقام و مرتبه یک ملت را با راه صنعی بلند برداشته به دستاوردهای تاریخی و فرهنگی و میراث مدنی ملت‌های دیگر خردگیرانه مناسبت کردن به حکم عنعنه درآمده بود. عادتاً این عملها به خاطر آفریدن خلقیت‌های یک مرام و یک زبان دارای مفکوره از ریشه‌های تاریخی کنده و از ملت و عنصرهای ملی بیگانه پیاده می‌گردید. خلاص عزم جهانگیری و بنیاد امپرای یگانه جهانی در نهاد اسکندر مقدونی آنقدر قوی بود که حتی بعد تاج شاهنشاهی دارای سه را به سر نهادن و به تخت اجدادی هخامنشیان صاحب شدن نیز او به لشکرکشی و کشورکشایی‌هایش انتها نبخشید. اکنون در سر راه او باختر هزار شهر و سغد زیبا منظر با بایگری‌های بی انتهایش دامن افراخته بود. اسکندر مقدونی سرگرم غلبه‌ها بلندی‌های آسمانگیر هندوکش را پیموده به پهناهای باختر و سغد می‌نگریست و گمان می‌کرد که مطیع کردن این کشورها نیز چون دیگر ولایت‌های قلمرو هخامنشی برایش مشکلی ندارد و چندی نگذشته آرزوی درینه‌اش سازمان دادن امپرای یگانه جهانی جامعه عمل می‌پوشد. ولی او سخت اشتباه کرده بود. اسکندر از آغاز لشکرکشی به مرزهای باختر و سغد برخلاف انتظارش به مقاومت شدید مردم این سرزمین دچار آمده در تسخیر این دو ولایت نظر به تمام ولایت‌های ضبط کرده قلمرو هخامنشی رنج و زحمت زیاد کشید. هرچند والی سابق باختر بیس خود را به جای دارای سه شاهنشاه اعلان کرده لقب خشیارشاه را گرفته بود، بر ضد اسکندر مقدونی یگان مقاومت جدی کرده نتوانست. موافق معلومات مورخان یونانی هنگامی که لشکر سرشمار اسکندر دریای آمو را در فاصله 400 استدی که تقریباً به 70 کیلومتر راست می آید با تلفات زیاد و عذاب و مشقت عبور می کردند، از جانب بیس یگان مقابلیت ندیدند. حال آنکه بیس در اختیارش 7000 جنگاور سواره باختری و هزارها سربازان باقی مانده لشکر دارای سه و قبیله های دایی را داشت. شاید برای چنین ترسویی و درست تشکیل کردن نتوانستن مقاومت اعتباری و کاهید و دری نگذشته همصفانش بیس را دستگیر نموده به اسکندر سپردند و از همان لحظه سر کرده مبارزه های شدید قهرمان خلق تاجیک سپیتامین بهر آزادی و استقلال کشور بالا گرفت.